سلام. نمیدونم الان کجایی، توی چه حال و هوایی، یا چه چیزی داره ذهنتو مشغول میکنه، ولی میدونم که یه بخشی از وجودت خسته است. نه خستگی جسم، خستگی که با خواب هم درست نمیشه. شاید خستگی روح. و اگه این ویدیو جلوی چشمته، یعنی وقتشه یه مکث واقعی کنی. یه مکث بین همه بایدها و فقط باشی، فقط بشنوی، فقط نفس بکشی. درک خستگی. تا حالا شده احساس کنی سنگینی خاصی باهاته؟ نه از جسم، بلکه انگار دلت سنگین شده. تو خسته ای چون زیادی فکر کردی، زیادی خودتو کنترل کردی، زیادی سکوت کردی و هیچ کس نفهمید. گاهی درد این نیست که تنها باشی، درد اینه که با این همه صدای درون هیچ کس نپرسید حالت خوبه؟ امروز این سوالو من میپرسم. حالت چطوره؟ واقعاً حالت چطوره؟ میدونی جوابش رو؟ یا از بس توی سر و صدا بودی فراموشش کردی؟ اگه اشکت اومد نترس. اگه بغض کردی بذار بمونه. این فضا امنه. تو اجازه داری حس کنی. رهاسازی. حالا چشماتو آروم ببند. بدنتو ول کن و فقط نفس بکش. نفس عمیق از بینی. نگه دار و آروم از دهان بیرون بده. بازدمت برای رها کردنه. دوباره دم، نگه دار، بازدم. و با هر بازدم تکرار کن توی دلت: من در حال رها کردن خستگی هستم. من اجازه میدم فشارها ازم خارج شن. من دیگه نیازی به جنگیدن ندارم. تصور کن یه نور گرم از بالای سرت وارد بدنت میشه. از شونه‌هات، از قلبت، از شکمت، از پاها. و با هر بازدم یه بخش از خستگیت ذوب میشه و میره توی زمین. زمین تو رو نگه میداره. همیشه نگهت داشته. تو امنی. بازسازی انرژی. حالا که خالی شدی، حالا که یک کم سبک شدی، وقتشه دوباره برشی. ولی این بار نه با بایدها، بلکه با نور.
با نرمی، با مهربونی. بذار تکرار کنیم با هم. من شایسته آرامشم. من خودم رو میپذیرم با همه خستگی هام. من مهمم حتی اگه کاری نکنم. من اجازه دارم دوباره بسازم به وقت خودم. به قلبت گوش بده. اون داره دوباره ضرب میزنه. آرومتر ولی مطمئن‌تر. حالا کم کم چشماتو باز کن. یا هنوز نگهشون دار. هر وقت خواستی برگرد به این لحظه. تو همیشه میتونی برگردی به این فضا، به این صدا، به خودت. اگه حس کردی حتی کمی سبک شدی، بدون که روحت این لحظه رو پذیرفت. و اگه دوست داشتی توی کامنت ها بنویس من برگشتم تا بدونم رسیدی، تا بدونی تنها نیستی. پیشگو همیشه اینجاست. هر جمعه برای روح‌های خسته‌ای که دلشون فقط یه نفس عمیق